سلام. سوال امروزمون اینه که آیا هوش مصنوعی میتونه ارزهای دیجیتال رو هک بکنه یا نه؟ تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. آیا فکر میکنید بلاکچین غیر قابل نفوذه؟ آیا فقط فکر میکنید که کامپیوترهای کوانتومی میتونن تهدیدی برای بلاکچین و ارزهای دیجیتال باشند؟ اما هوش مصنوعی چطور میتونه این حوزه رو دستخوش تغییر بکنه و اون رو تهدید بکنه؟ آیا میتونه قفل‌های پیچیده ارزهای دیجیتال رو بشکنه؟ آیا این تکنولوژی میتونه ارزهای دیجیتال رو هک بکنه یا حتی میتونه سیستم‌های امنیتی رو تقویت کنه؟ بلاکچین یک دفتر کل دیجیتاله که اطلاعات تراکنش‌ها رو مثل یک زنجیره در خودش ذخیره میکنه. هر بلاک به بلاک قبلی متصل میشه که این ارتباط باعث میشه تا هک کردن اون بسیار سخت و پیچیده باشه. اما این سیستم ها کاملا بی‌نقص نیستند. نقطه ضعف هایی مثل حملات 51% یا ضعف در قراردادهای هوشمند وجود داره که در همین لحظه هوش مصنوعی میتونه وارد عمل بشه. هوش مصنوعی میتونه حجم عظیمی از داده های ارزهای دیجیتال و بلاکچین رو تجزیه و تحلیل بکنه تا الگوهای مخفی و نقاط ضعف رو پیدا بکنه. مثلا اگر یک قرارداد هوشمند ضعیف باشه، هوش مصنوعی میتونه این نقطه ضعف رو شناسایی کنه و از اون به نفع خودش استفاده بکنه. هوش مصنوعی میتونه ربات‌هایی بسازه که به صورت خودکار و با عملکرد بالا به کیف پول‌های دیجیتال و صرافی‌های غیر متمرکز حمله بکنه. حتی میتونه صدای شما رو تقلید کنه و نشون بده که یکی از اعضای مهم خانواده به کمک شما نیاز داره. اما خبر خوب اینه که هوش مصنوعی فقط تهدید نیست، بلکه میتونه به عنوان یک سیستم امنیتی قوی به کار گرفته بشه. هوش مصنوعی میتونه رفتارهای مشکوک روی بلاکچین رو شناسایی بکنه و در موقعیت مناسب اون رو مسدود بکنه. توسعه الگوریتم‌های رمزنگاری جدید توسط هوش مصنوعی میتونه به نحوی باشه که حتی کامپیوترهای کوانتومی هم نتونن اون رو آنالیز کنن. پس میبینید که هوش مصنوعی میتونه هم یک تهدید برای حوزه ارزهای دیجیتال باشه و هم میتونه فرصت بزرگی برای بهبود این امنیت باشه. این موارد همه دلالت بر این دارن که شما آگاهیتون رو در این حوزه افزایش بدید تا بتونید در این حوزه به آگاهی و به درستی حرکت بکنید. اینکه شما میتونید ارز دیجیتال رو به عنوان سرمایه گذاری در دراز مدت داشته باشید، تصمیمش با شماست و اینکه آیا میتونید این ریسک رو بپذیرید با توجه به تهدیدهایی که توسط کامپیوترهای کوانتومی و هوش مصنوعی میتونه در این حوزه لحاظ بشه. پس حتما در این حوزه به دانش و آگاهی کامل برس و سپس دست به ریسک و سرمایه گذاری در این حوزه بپرداز. ممنون از توجهتون در این ویدیو و ممنون میشم که نظراتتون رو در بخش کامنت ها با من در میون بذارید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.